میگن یه جایی هست به نام خارج که هر جور شده باید بری. بعد طبق تحقیقات ما اونجا همه چی ریخته، یعنی پول ریخته، شما فقط باید دلاشی جمع کنی. کیس ازدواج ریخته، فقط شما باید انتخاب کنی. بعد زیبایی فراوون، شما باید دقت کنی. بعد میگن اونجا آدما بیکار همه شل کردن لب ساحل، آب پرتقال میخورن. اداره مهاجرت هم هر ماه میاد در میزنه، ماهیونتون رو میده و از شما تشکر میکنه که تشریف آوردین اونجا. بعد پلیس هر شب میاد آشغالاتون رو جمع میکنه و مواظب یه وقت چیزی کم و کسر نباشه. بعد احساس غربت ابدا، اصلا احساس غربت اونجا نمی کنی، چون میگن همه ایرانی هن. پلیساشون همه ایرانی هن، رئیس پلیساشون ایرانی هن، قهرمانان المپیکشون ایرانی هن. اینه که همه میگن، یعنی همه میگن، همین است که هست، درستم میگن.